آسمان خراشی چندین میلیارد دلاری که به حداکثر ارتفاع باور نکردنی 2 کیلومتر میرسه. بلندترین برج عربستان که به عنوان نماد پیشرفت و جاه طلبی های این کشور شناخته میشه، در حال تبدیل شدن به یک شاهکار مهندسی و معماری هست. با ارتفاعی فراتر از هر ساختمان دیگری در جهان، این برج نه تنها نمایانگر قدرت اقتصادی و فرهنگی عربستان هست، بلکه به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب هم به شمار میاد. طراحی بی‌نظیر و امکانات مدرن این بنا اون رو به یک جاذبه جهانی تبدیل خواهد کرد و همگان را به تحسین وادار میکنه. این پروژه آرزوی بیپایان بشری برای رسیدن به قله‌ها رو تجسم میبخشه و نشون دهنده عزم راسخ عربستان در حرکت به سوی آینده‌ای درخشان هست. برای بیشتر مردم سوال شده که چطور ممکنه برجی به این عظمت که حتی بلندتر از برج خلیفه هم هست و ارتفاع اون به 1600 متر میرسه در عربستان ساخته بشه. قبل از تماشای این ویدیو حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوهای جذاب ما رو از دست ندید. گروهی از توسعه دهندگان و سرمایه گذاران که به دنبال ایجاد یک پروژه نمادین و چند منظوره در جده بودند به فکر این ایده ناب افتادند. طراحی این برج بزرگ به عهده آدریان اسمیت بود که پیش از این در طراحی برج خلیفه نقش داشته. شکل این برج زیبا به شکل یک گل لوتوس هست که به تدریج به سمت بالا باریک میشه و نمایی زیبا و منحصر به فرد رو ایجاد میکنه. عربستان قصد داره بلندترین برج رو بسازه، برجی که بلندتر از برج خلیفه هم هست و این نماد قدرت طلبی عربستانه تا اسم خودش رو در تاریخ جاودان کنه. برجی که قراره تبدیل بشه به بلندترین آسمان خراش دنیا. این برج معروف به برج جده هست که قبلا با نام برج پادشاهی شناخته میشه. این آسمان خراش 200 طبقه داره با کاربردی اداری، تجاری، هتل و مسکونی که در شهر جده در عربستان ساخته شده. این پروژه در ماه آوریل سال 2013 آغاز شده و قرار بوده تا سال 2020 تمام بشه و افتتاح بشه، اما هنوز همین پروژه عظیم تکمیل نشده. گفته شده در سال 2025 تا 2027 این پروژه تکمیل و افتتاح میشه، اما باز همین تاریخ تضمینی نیست و اطلاعات دقیقی از اون در دست نیست. برای ساخت این پروژه موانع زیادی وجود داره. برای مثال فشار باد در چنین ارتفاعی به شدت بالا خواهد بود و حتی خود زمین نیز ممکنه به سختی بتونه وزن عظیم سازه رو تحمل بکنه. از سوی دیگر هزینه ساخت چنین آسمان خراشی نجومی خواهد بود. تا تاریخ 2023 این پروژه در چند مرحله به دلیل مسائل مالی و تغییرات مدیریتی با وقفه‌هایی مواجه شده. با وجود این توقف‌ها در برخی از این بخش‌ها سازه تا ارتفاع مشخصی پیش رفته. هزینه این پروژه 1.5 میلیارد دلار برآورد شده که شامل هزینه‌های مربوط به مصالح، نیروی کار و تجهیزات، هزینه طراحی، معماری و مهندسی سازه، هزینه‌های مربوط به نصب تأسیسات و امکانات داخلی مثل سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و برقی. منابع مالی این پروژه از طریق خود دولت عربستان سعودی، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی بزرگ تامین میشه. رهبر این پروژه عظیم شاهزاده سعودی ولید ابن طلال و یکی از ثروتمندترین مردان خاورمیانه به همراه بکر ابن لادن رئیس ابن لادن گروپ هست. برج جده یکی از سه‌فاز طرح بزرگ شهر اقتصادی جده است که قراره در قسمت شمالی شهر جده و در طول ساحل دریای سرخ احداث بشه.
شهر اقتصادی جده یک پروژه تجاری و مسکونی به مساحت 5 میلیون متر مربع است که از تعداد قابل توجهی خانه مسکونی، هتل و دفترکار تجاری و همچنین جاذبه‌های گردشگری تشکیل میشه. تعداد طبقات این برج بیشتر از 200 طبقه خواهد بود. برج جده به عنوان هتل 4 فصل، آپارتمان‌های مجهز 4 فصل، فضاهای اداری درجه 1 و اقامتگاه‌های لاکچری مورد استفاده خواهد بود. برج جده در طبقه 157 ارتفاع 610 متری دارای بالکن دایره‌ای با قطر 30 متر است که به اون تراس آسمان میگن و چشمانداز زیبایی از دریای سرخ و آسمان رو فراهم میکنه. این بالکن در یک سمت ساختمان و برای استفاده خصوصی طراحی شده که یک فضای روباز رو برای ساکنین پنت‌هاوس فراهم میکنه. بخشی از کف این بالکن شیشه‌ای هست که بر جذابیت اون می‌افزاید. بر روی پایه‌های کف این برج 252 طبقه ساختمان ساخته خواهد شد که علاوه بر تبدیل شدن به بلندترین برج جهان، بلندترین سکوی تماشای جهان رو نیز در ارتفاع 664 متری از سطح زمین به خودش اختصاص میده. یک پلتفرم در هوای آزاد که بیش از 500 متر مربع مساحت خواهد داشت. از دیگر سازه‌ها و امکانات برج جده میتوان به هتل 4 فصل 5 ستاره و 97 آپارتمان مرتبط به هم از جمله 7 خانه 2 طبقه اشاره کرد. مراکز تجاری در 7 طبقه حضور خواهند داشت و در 4 طبقه نیز بیشتر از 325 آپارتمان ساخته خواهد شد. برج جده رکورد بلندترین آسانسورهای جهان را به خود اختصاص داده با ارتفاع 660 متر و در حالی که بالابرهای 2 طبقه‌ای بازدید کنندگان را مستقیما از طبقه اول به پلتفرم تماشای مناظر اطراف برج خواهند برد. سرعت این بالابرها به 20 کیلومتر در ساعت میرسه که میتوانند در عرض 66 ثانیه بازدید کنندگان و گردشگران را به پلتفرم مذکور که در طبقات 157 و 158 قرار داره ببره. وقتی که به برج جده برسید، از قبل در ارتفاع 20 متری از سطح دریا قرار دارید. سازندگان این برج بر این باورند که برج جده باعث تغییر قابل توجه نمای شهر جده و محیط اطراف اون میشه که از روزگار قدیم به عنوان دروازه‌ای به شهرهای مقدس مکه و مدینه عمل کرده. ساخت برج جده جزئی از برنامه چشمانداز 2030 عربستان سعودی هست. برنامه آینده نگرانه از دولت این کشور که هدف اون توسعه اقتصاد در عربستان و کاهش وابستگی اون به نفت عنوان شده. حمود در این باره میگوید چشمانداز 2030 استراتژی توسعه این پروژه هست. این دستورالعملی است که ما به معماران و طراحان شهری دادیم. با این وجود هدف نهایی از ساخت این شهر بهبود و توسعه شهری جده و تبدیل کردن اون به یک بازیگر جهانی در عرصه اقتصادی هست. حمود رئیس هیئت مدیره کمپانی اقتصادی جده گفته مصری‌ها اهرام سه‌گانه مصر را ساختند. در قرون وسطی در فرانسه صومعه‌ها و کلیساهای بزرگی ساختند. در دوران مدرن نیویورک شیکاگو ساخته شد. این نماد قدرت و هوشمندی واقعی است. مانند هر شهر دیگر در اینجا نیز بعد از پول و قدرت به دنبال توسعه هستیم. بعد از توسعه و قدرت نیز می‌خواهید چیزی بنا کنید، چیزی از خود برای دنیا به جا بگذارید. و اکنون جده می‌خواهد ساختمانی داشته باشد که نسل‌های آینده در مورد آن حرف بزنند. در پایان باید بگیم که برج جده به عنوان نماد پیشرفت و نوآوری در عربستان سعودی نه تنها نمایانگر تلاش‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های مدرن و جذاب گردشگری هست، بلکه نشون دهنده اراده این کشور برای تحول اقتصادی و فرهنگی هم هست. با وجود چالش‌ها و توقف‌های موقتی در روند ساخت،
امید به تکمیل این پروژه عظیم و تاثیر مثبت آن بر توسعه شهری و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی همچنان باقی است. در نهایت برج جده می‌تواند به یک نماد جهانی تبدیل بشه که داستان یک ملت در حال تحول و پیشرفت رو روایت می‌کنه. منتظر نظرات ارزشمند شما راجع به این برج عظیم در کامنت ها هستیم. با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. تا ویدیوی دیگه ای از کافه علم بدرود.